یک معادله داریم از لوگاریتم. میبینیم سه تا لوگاریتم دو دوشتگی است. کمتر مرکب مینماید لیکن ساده کرده میشود. چیکار میکنیم؟ بیاین لوگاریتم مینوس 2 رو با x رو به طرفی خواهیم به طرفی چپ گرفته یا خواهیم به طرفی راست مونده میتونیم. چیکار کرده میشود؟ دو رو یک رو نشون دهیم کدامش آسان تر باشد. بیاین نویسیم لوگاریتم x مینوس 2. اگر ما در خاطر داشته باشیم این لوگاریتم رو ما در روشون مینوس باشد همچون تقسیم نوشته میتونیم. یعنی چیکار نوشته میتونیم؟ لوگاریتم 75 تقسیم 4x جمع 5 خیلی نوشته میتونیم. یعنی وقتی که مینوس اگر جمع بود ضرب میکردیم. یعنی اگر ما ifade رو به طرفی چپ میگرفتم بعد ضرب میکردم اونها رو. یعنی با همونجا میبینیم ببینید چی میشه. در طرف لوگاریتم هست، اساس آنها یک خیلی است. یعنی این عدد ها هم باید این ifade ها هم باید برابر باشن. لوگاریتم در اینجا گرفته میتونیم به لوگاریتم دوام کرده میتونیم. چی میشود؟ 4x جمع 5. بعد این چون ضرب کنیم اگر این ifade چی میشود؟ در اینجا نویسم x مینوس 2 4x جمع 5 برابر میشد به 75. بعد قوس ها رو میکشیم. قوس ها رو اگر کشیم 4x کوادرات مینوس 8x جمع 5x مینوس 10 برابر میشد به 75. بعد این ifade رو ساده کنیم. این مدل کواdraتی میشود. چی میشود؟ 4x کوادرات مینوس 3x 75 رو با این طرف این چه میشود؟ مینوس 85 برابر میشود به 9. بعد این مدل رو چه کار میکنیم؟ مدل کواdraتی است. میتونیم دیسکریمینانت کنیم یا اینکه با قوس ها. من بسیار وقت با قوس ها جدا کرده کار میکنم چون که آسان تر میشود و ریشه ها رو دیدن آسان تر است. رنگ دیگر رو انتخاب کنم. با قوس ها اگر جدا کنم این خیلی میشود 4x جمع 17 اگر خطا نکنم و x مینوس 5. وقتی یعنی چی معنی؟ وقتی قوس رو من میکشویم همین با ifade به دست میگیرم. 4x کوادرات جمع مینوس 17 و چند میشه؟ مینوس 85. درست. بعد چیکار میکنیم؟ x ها رو کار میکنیم. x برابر میشود به مینوس 17 تقسیم 4 از یکم قوس از دوم قوس یا اینکه ریشه ما چی است؟ x برابر 5. یکمش شده نمیتونه چون که در لوگاریتم منفی شده نمیتونه اینجا. اگر وقتی من در یکمش میمونه اینجا منفی میشود خطا میشود. در اینجا هم برای این جواب درستی ما چند میشود؟ 5 میشود. یعنی وقتی x برابر 5 است این ifade درست میشود. کار کنیم. بیاین خیلی یکمش مونم x 5 اگر باشه چی میشود؟ اینجا لوگاریتم 3 میشود. در دویم ifade در اینجا یک بار مونم چی میشود؟ لوگاریتم 75 تقسیم چند 25 میشود. 75 تقسیم 25 چقدر که میدونیم این 3 است. یعنی چقدر که میبینیم هر طرف برابری درست است. یعنی جواب ما چی میشود؟ 5.